شهر دوسلدورف به نظر من بهترین جایی از نظر خودم، شهر انرژی خوبی داره توی آلمان برای من. بعد الان که هوا رو نگاه کنید این شکلیه، خیلی ها نشستن افسرده داغون. حالا من خودم هم یه خورده الان یه ذره از لحاظ روحی زیاد اوکی نیستم، ولی تو چالشش میندازم خودمو. واقعا هوای بدیه تو این 3-4 ماه 5 ماهی که سرده، ولی باید بسازی زندگی رو دیگه، باید بری تو دلش، باید بری سمت اون چیزایی که میخوای. راهی جز این نیست و مطمئن باشید مسیر خیلی جذاب ادامه خواهد داشت به سمت هدفهایی که تو ذهن من میگذره. تو مسیر ورزش تتو خیلی دوست دارم که تمام تجرباتمو توی این مرحله هایی که توی ترکیه و آلمان و بیرون از ایران رو دارم زندگی میکنم و با تو شیر کنم. خیلی دوست دارم که با هم ارتباط بگیرید و چیزایی که تو ذهنتون میگذره، چون من شاید 4 تا فکر بتونم انجام بدم، ولی تیم ورکی خیلی بیشتر میتونیم با هم دیگه هماهنگ و مچ بشیم و چیزایی که حس میکنید به دردتون میخوره و میتونم من شاید جوابشو بدم، حتما ازم سوال کنید یا بپرسید که با هم بتونیم یه ذره کانکشن و ارتباطاتمون رو قوی کنیم.